سکوت وزارت آموزش و پرورش نسبت به شمار واقعی کودکان بازمانده از تحصیل در تمامی مقاطع تحصیلی در سال 98 گزارش‌های منابع مختلف حاکی از آن است که بیش از 140,000 کودک بازمانده از تحصیل در سال وجود دارد. همچنین شمار دختران بازمانده از تحصیل 3 تا 4 برابر پسران اعلام گردیده است. از سوی دیگر آمار رسمی حاکی از آن است که بیش از 49,000 کودک بی‌شناسنامه در ایران وجود داشته که کودکان بدون شناسنامه از حقوق اولیه یک کودک در ایران از جمله حق تحصیل و درمان محروم می شوند. چندی پیش نیز یونیسف اعلام کرده بود که بر اثر سیلاب‌های اخیر در ایران 100,000 کودک از تحصیل و هزاران کودک از مراقبت‌های اولیه درمانی محروم شده‌اند. در ایران فقر اقتصادی و بحران‌های اجتماعی از عوامل اصلی بازماندگان کودکان از تحصیل هستند و در برخی مناطق خانواده‌هایی هستند که کودکانشان نانآوری خانواده را بر عهده دارند. کودکان بازمانده از تحصیل واقعیتی خاموش در جامعه هستند. واقعیتی که شاید در بسیاری از اوقات به چشم می آیند اما همواره راحت از آن چشم پوشی می شود.